فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادرمون عبدالباسط از بلوچستان پرسیدن که در مورد رقص زن و مرد ناشناسای این گناه کبیره است یا نه؟ رقص زن و مرد با هم رقص بکنن؟ با هم. از نظر شرعی یعنی اختلاط و یعنی آمیزشی که در جلسات وجود داره که در هم آمیخته است زن و مرد با هم دیگر در یک جا باشند، اونم در عروسی، این از نظر شرعی اساساً یعنی خلاف شرع هست و گناهه. زن و مرد هیچ وقت نباید اون وقتی که نامحرم هستند یعنی این اجازه رو ندارند از نظر شرعی با هم دیگر کنار هم دیگر باشند، هم دیگر رو ببینن، با هم دیگر صحبت بکنن، چه برسد به جایی که با هم دیگر برقصن. اما حکم رقص رو به صورت کلی اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، از نظر اصلی و اساسی اون گونه که در فقهای تمام مذاهب اسلامی خصوصا احناف و مالکی ها و حنبلی ها اتفاق نظر دارند که بر این که رقص یک نوع خوارم مروءت هست، یک نوع در واقع بی‌آبرویی هست برای انسان، یک نوع کاری هست که شایسته انسان‌های در واقع عاقل نیست و هر کسی که برقصد چه مرد چه زن این از نظر فقهی عدالتش ساقط هست، یعنی این که شهادتش از نظر شرعی قبول نمی شود. این حکم اصلی هست درباره رقصی که به صورت اصلی و اساسی باشه. اما اگر این رقص به گونه‌ای باشد که اختلاط باشد، در میان زن و مرد باشند که نامحرم باشند، قطعا این حکمش در حرام بودنش هیچ گونه شکی وجود نداره که حرام هست بنا به دلایل بسیار زیادی. اگر رقص به گونه‌ای باشد که تقلید از زنان فاجره باشه، مردان بدکار و بزهکار باشه که هدفشون و حرکاتشون به گونه‌ای باشه که تحریک غریزه جنسی بکنن برای کسانی که اونها رو میبینن، این قطعا حرام هست و هیچ گونه جایز نیست. اگر نامحرم باشند هم که عرض کردم که باز هم یعنی حرام هست و جایز نیست. در این صورت ها این به صورت کلی حرام و ناجایز هست. حداقل حکمش که من عرض کردم از نظر فقها این است که این جزء خوارم مروءت هست، یعنی خلاف جوان مردی و مردانگی هست و عدالت انسان رو ساقط میکنه. و حتی اینکه یک زن یا یک مجموعه زنان در جمعی که فقط زن هستند در اونجا یعنی برقصند، خصوصا با این حرکاتی که به اصطلاح موجب تحریک شهوت باشد، تفاوتی ندارد که چه برای زن باشد، بینندگانش زن باشند یا مرد باشند، در هر دو صورت این یک نوع حرام قطعی هست و به هیچ عنوان جایز نیست و از نظر فقهای اسلام این جزء خوارم مروءت هست که هر کسی که چون این کاری رو انجام بدهد در واقع عدالتش ساقط شده و شهادتش از نظر شرعی و گواهیش معتبر نیست. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.